سلام دوستان، امیدوارم که حالتون مثل همیشه خوب باشه. یه روز دیگه و یه ویدیو آموزشی دیگه براتون آوردم. دوستان موضوع ویدیومون اینه که ما میخوایم امروز 0 تا 100 این ستونهای تکنجی تو سقف رو براتون آموزش بدم و بریم برای آموزش. خب دوستان، این پل رو که ما مشاهده میفرمایید حتما باید روی این، اگر ما پلاستیک داریم یا سیم داریم یا هر آشغال دیگه روش داریم، اگر این پلمون گچخارش نازکه به صورت 1 سانتی متر، حتما باید این سیم ها رو بکنیم و پلاستیک ها رو فرق نمی کنه که 2 سانتی متر باشه 3 سانتی متر باشه، حتما باید این پلاستیک ها رو بکنیم که بعدا باعث دردسر میشه و گچمون هم میریزه. خب دوستان مشاهده بفرمایید، ما باید این ستونمون رو 4 طرف ستون هامون باید نوک به نوک همدیگه قرار بگیره. اگر ما 4 طرف 4 اطرافمون ستون تو دیوار داریم و توی سقف داریم، حتما باید این نوک هاشون به همدیگه بخوره. ما اومدیم دیواری رو گرفتیم و پهناش شده 29 سانتی. باید جوری ما کرممون رو هم بگیریم که 29 سانتی متر و از سقفمون هم در حد گچخورش رو میدیم که یعنی مثلا 2 سانتی متر باشه، 2 سانتی مترش هم میشه 9 سانتی متر. خب دوستان میریم سراغ کرم زدن. خب دوستان اینجای کارمون، چون ستونمون که از پایین ما گرفتیم چون پایه داره و پایش رفته توی سقف قرار گرفته، به این شکل ما باید جوری کرممون رو بگیریم که مطابق این ستون پایینی باشه و همون شکلی که توضیح دادم 29 سانتی متر باشه. و چون من توی کار از گیره استفاده میکنم دوستان، یک مشت دیگه چه از قواره گچم توی کل میزنم که گیره هم راحت قرار بگیره روش. شما هم دوستان میتونید هم از گیره استفاده کنید و هم میتونید بدون گیره کارتون رو انجام. و یک کرم هم دوستان اینجا میگیریم و برای گیرمون هم یک مشت کوچیک بغل دیوار میزنیم. دوستان بعضی از دوستان‌های عزیزمون میاد این ستون ها رو یه بار از زیر به صورت این شمشه رو روی پشت این پشتی قرار میده و زیرش رو میگیره و دوباره میاد شمشهشون رو زیر این پل میگیره و شمشه رو میاره جلو، دوباره خودش رو اذیت میکنه، دوباره کاری میشه. به این شکل ما این کرم ها رو دوستان تنظیم میکنیم از دیوار تا این لبه و از این دیواری که مشاهده میکنید تا این لبه میشه و این پلمون هم به این شکل در میاد. وقتی که ما این کرم ها رو میزنیم و بعدش پشت این شمشمون خالی میمونه، در آخر پشت شمشمون رو گچ میزنیم و با گونیای ماله این کلمون رو دقیق درش میاریم. خب دوستان الان این طرف ستونمون شده 29 سانتی متر و این کرممون هم باید 29 سانتی متر باشه. این لبهش رو دوستان میباریم که تیز در بیاد و وقتی هنگام متر گرفتن ما بتونیم دقیق این رو در بیاریم.
این روش راحت دوستان. وقتی که ما میخوایم این ستون رو گچ کنیم دیگه نیازی نداریم که شمشه زیرش بزنیم. با همون گچی که جلوی شمشه میزنیم باید گچ سفتی بزنیم و بر راحت پشت گچمون دوباره گچ میزنیم و اون رو به این شکل میکشیم. الان کارم هم دنیای سخت مشاهده بکنید دوستان. فرم های شما هم باید دنیای سخت به این شکل در بیاد. این روشی که میگم دوستان یک بار بیشتر از یک بار نیازی به شمشه زدن نداره و ما حتما باید به همین روش کار کنیم که کارمون پیشرفت کنیم. این رو هم به همون شکل نوک جلویش رو میباریم. خب دوستان الان کرم همون آماده شد. و یه نکته دیگه، اگر همیشه دوستان این پلمون جلوتر بود و اون ور بود، اگر 5 سانتیمتر جلو، ما باید قبل از این که شمشمون رو بچسبونیم یه استانبولی گچ بزنیم جلوی این پل و این پل رو بیاریم جلوتر که هنگام گچ زدن جلوی شمشه گچمون باعث نشه بریزه. خب میریم سراغ چسبوندن فنرها. گیرمون رو به همین شکل مشاهده می‌فرمایید نوکش رو بند کردیم و میایم این گیره اینوری رو هم به همین شکل نوکش رو بند میکنیم که هنگام شمشه چسبوندن نیازی به 2 تا استاد یا شاگرد نداشته باشیم. خب دوستان این گیرمون رو میچسبونیم و این گیره رو هم میچسبونیم و میایم اندازش رو مثل اون ور شمشمون که 8.5 سانته این رو هم 8.5 سانت در میاریم در حدی که گچمون از روی ستون رد شد. این ورش شد 8.5 سانت و میریم سراغ گچمون که باید جلوی گچمون یه مشت گچ خوش بریزیم که بعدا باعث نشه تراشیده باشه. این نکته توجه کنید دوستان، حتما باید گچمون که جلوی این شمشمون میزنیم سفت باشه. و قبل از شروع کردن شمشمون 3 جای شمشه باید به این شکل گچ بزنیم و در آخر گچمون رو شروع میکنیم.
خب دوستان همچنان که مشاهده کردید ما یک کرم اینجا زدیم و یک کرم اینجا زدیم که بنیای دیوارمون باشه و کرم‌هامون رو بنیا میکنیم قبل از اینکه تا گچمون سفت نشده هیچ وقت گچ جلوی این دهانه نمیذاریم. حتما باید بذاریم این گچ که جلوی کرم زدیم سفت بشه و گچ نهاییمون رو در آخر شروع کنیم. دوستان شما ما زدیم و میاییم گیاهایی که این ورشن شما ورشن شو داریم هر دو تا گیاه رو برداریم. این نزاکتی رو که توی گونی زنیم فقط خاطر این نمید که دیگه نیاز گوستا یا چوکر نباشه از پایین صورت بیاد بالا. بشین آش دوستان رسیدیم به تراشیدن کنجمون که حتما باید این کنج تمیز و تمیز در بیاریم و تیز بنیا باشه. دوستان به این شکل مشاهده می‌فرمایید هر طرف مادمون که کنجش تیزه و بنیا هست باید از همون طرف یا نوک یا تهش گچ ها رو بزنیم. اول به این شکل قیچی مانند روی کنج رو می‌تراشیم. و در آخر دوستان سر مالمون یا سر ماله که تیز باشه البته به این شکل کنج رو در آخر این شکل ماله رو میذاریم توی کنج و میکشیم کنم به این شکل میذاریم توی کنج و میکشیم کنم یا داری گیچ اول توی کنج میدازیم کنج رو تیز در
شکل دوستان فقط به خاطر در آوردن تیزی کنجمون و تراشیدن موجها است. دوستان اگر تا اینجای ویدیو اومدید و از ویدیو خوشتون اومده حتما ویدیو رو لایک. خب دوستان به همون شکلی که براتون اول ویدیو توضیح داده بودم به همون شکل در آمد و ما میاییم پشت نرشمون رو گچ میزنیم. دیگه نیازی به شمشیر گرفتن هم نداریم. و دوستان حواسمون باشه وقتی که ما ماده رو به این شکل میکشیم حتما گچ اولی که تیراوشش میزنیم سفت باشه. و در آخر دوستان با اون شکلی که این کنج رو در آوردیم و به این شکل ما بکشیم اون رو این بالا رو هم به همون شکل در میاریم. قشنگ مشاهده بفرمایید از دیگه نیازی به شمشیر کشیدن هم نداره. و اگر ارتفاع ستونمون زیاده اون موقع ما باید شمشیر رو حتما هم زیر و هم پشت این کار بگیریم. خب دوستان امیدوارم که از این آموزش خوشتون اومده باشه و لایک سابسکرایب یادتون نره. خدا نگهدار.